خیلی زنک دخترها رو ببینید زمانهایی که خیلی زمان شده همه همین تلویزیون تلسیالا ویرون کردگی هم دخترها رو دیگه شرم و حیا نمونده. دختر باید حیا داشته باشه، دختر باید شرم داشته باشه. دختری پدر و مادردار تربیت دار باید شایگب شوهرش نبروید، احترام شوهرش کنه، خیانت نکنه شوهرش ده. امروز دخترها با قول معروف امروز بچه‌ها برای گل چیکار شدگی شو میگن یه هفته باش یا شب بعد سرم بده مرا نمیفوره. خیلی نکنم. او مرد کار کرده، زحمت کشیده، رنج کشیده، 20000 30000 قلین آورده، 40000 دیگه خونه ده توی کرده که زندگی کنه فرزنددار شود. دخترها دیگه نمیدونم همین یه بار شو کنیم گفتاو من خصوصا برای هم دخترای همتری ویدیو ابرشنی دارم که دخترها احتیاط کنین تا شوهر راضی نباشه او زنک نافرمان او زنک بی حیا بوی جنت نبینه. این حیاتو نبروری. فردا روز قیامت در جنت میپرسن او زنک که شوهر راضیه، شوهرش میاره میگه همین زنک راضی بودی، بعد داخل جنت میشه. ما هر روز جنازه دیم زنک میمبره شوهرش میگن که همین زنک راضی پیلش که داخل جنت شوه. ای زنک نمازخوان بود، ای زنک روزدار بود. زنک نمازخوان قرآن و روزدار اگر حرمت شوهرش ندونه به شوهرش نخیزش تایپو که شوهرش 13 گبگه خیانت کرده در نبودگی شوهرش، مال شوهر خیانت کرده در نبودگیش، یا مردی بگونه را خونه بیاره خودش در رسیه بچوره مرد کار کسی ایجاد خیانت کنه او زنک در همین دنیا خار و زار میشه آخر در بوی جنت نمیبینه. اینا خواهرها خوب گوش کنید. شما را گفتید بچه‌ها بسیار بچه‌ها هم هسته که من بچه‌ها را بسیار میگم، بسیار ما را بچه‌ها میگن ما را میگویم زنکا را بگو زنکا یه هفته شکلنی 6 ماه 2 پوله در موزه بوده که من نمیرم خونه شون قرم میکنه میره بچه میره صدقه قدی خرید میکنه بچه را صدقه میگیره میپرده نمیره میگه. خیلی نکنی. وقتی که شوهر دختر که شوکت دیگه در فرمان شوهر باشه. قدر و قیمت شوهر حق شوهر از پدر و مادر او زنده بالا او زنک نباید شوهر را بی‌قدری کنه. نه که همون شوهری که نمازخونه با ناموس با غیرت کار میکنه آبرو داره، نه که اون شوهرایی که دنبال شراب و دنبال فسق و فساد و منکرات و نشمند و عرقرمون نرکمنن و بعد شوهر میآیند نه خونه نون میارن نه آب میارن نه شفتالو میارن وقتی میوای نه تربوز وقتی تربوز نمیارن بعد اون شوهر و زنو را میزنن و اقرار میگیرن او شوهر را نه خاک در سر خالی شوهر. مردک برای چی میگه الرجال قوامون علی النساء؟ مردها برای زنها سختن. باید مردک زن گرفت مسئول مردک بناموس مردک بغیرت باید دیگه او زنک خودش نون بده. او زنک نره خونه اوتش بگن نون ندارم شکر ندارم. اون مردک ناموس کنه. انا آخرین مردکا را اگر زنکا خیانت کنن او زنکا خار و ذلیل میشون در همین دنیا بو میگیرن. در قصه های میآید که میگه یک آدم تصادف کرد کسلی شد پرالی چید میگه بعد چند سال پرالی چید در 2 سال بعد میگه او بدبختی زنش میگه با دادری همین مردک ساز گرفت در او خونه میگه بدبختا کاری حرام انجام میدادن ای اکش آوازی ولا میشنوید گفت بدبختا همین کارا میکنیم برین یا جای دیگه کنین با او دختر همون زنک بی حیای بی شرمی پدنالت حرامی به پدر و مادر با قطعی دادری میگه ای تو اگر تو کسلی چو میگنی از مبرم اگر برنده غریب کنم تو آبرویت میروه. بعد میگه همین آدم اگه نقص میگیره کارگراش میگه همین آدم خبرگیریش رفته گفت گریه کرد گفت دادرم قطعی زن من همین کار در دولان روبروی من میکنن من میگم شونم خیلی میکنن میگم خیلی دستکاش بالا کرد میگه یا دستش پرالیچه میگه گفت ای خدا همین زنی من بم بره بو بگیره بو مردم نفهمن که جنازه‌اش بیایم. دویم گفت همین دادرم خدا گفت در همین کوچه ها دیوانه شوه گفت با کسری روحی بگرده. همین خیلمشین میگه این مردک مرد میگه زنش میگه مردک 1 هفته خونه بو گرفت میگه بعد اومدن فهمیدن. این دادرش میگه این همین طور زیر اصولا را در راه میگه دیوانه شده میگشت میگه دو یا نمو اکش گرفته بود. هر زنی که خیانت میکنه مال مردک میخری در خونه مردک زندگی میکنی دخترش فرزندش پدنالت میگوی این خیانت میشه. چی برسن مالش بروردن در نبودگی او مالی خونه را میبرورن میتا تقسیم میکنه فردا میکنه دادر خواهرش میتا یا که بدون اجازت شوهرش میبره میره بدون اجازت شوهرش مال خونه میبره او خیانت کرده. اینا بدونه که او زنک خواهی حساب میشه. تا مردک نبخشش چی نمیشه.
خواهرای محترم احتیاط کنین، دوست شوهر را بگیرین. شوهر قدر قیمتش بسیار بالاه. شوهر اینقدر قدر داره که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث مکثرش در فرمود که اگر گو غیر خداوند اجازت میبود سجده دادن، من فرمان میدادم که پیش شوهراتون در که نماز بخونید، نه که بجز خداوند جایز نیست. پس خواهرها شما هم اخلاق رفتارتون را خوب کنید، پدر و مادر شوهر را احترام کنید، خواهر و اپا شوهر را احترام کنید. شما هم روزی میشین خشتومند میشین، بچه‌تون از زن میتین همین خلقتون رفتار میکنن. میگم مزن به در کس با انگوش که میزند به درت نوش. زنی در یک کس زدی گندم کردی گندم میگیری. دعای خسر خشتومند تا بگی بچم خدمت که شوهر در چیه طاقت که سخته، زندگی سخته. مادر من حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگه ما 20 روز دیگیمه میگه چی را ندید، روغن ندید. صبر میکردن، قناعت میکردن زنکای پیش. شوهر در بازار کار میکنه، عربه میکشه یا که در مغازه در هر کاری میکنه. شما خواهرای عزیزان گوش کنین، حرمت کنین، برکتتون میته. انشالله خداوند در پیری بچه میته که هم خیل بای و بدولتش میکنه، در بهترین خانه و بهترین زندگی را میتین. خداوند کریم ای غنی همه را میته، یکی به شرطی که شما خیانت نکنید. زنکار اگر گفت شوهر که بدون اجازت ما در رسیه نره خانه تو نره، همون دولت چه نگاه، ثروت چه نگاه، خانه و در چه نگاه، بدون اجازت شوهر مرد نامحرم خانه ندروید. خیانت نکن. خداوند تبارک و تعالی همین خواهی نه خدا دوست میداره نه مردم نه شوهر. اگر دختر جنجالی، دختر گبگردانی، دختر چیزی باشی نه که پاک دامن باش، دختر عفیفه باش، دختر صالحه و لبی دامن تا کسی نه قمیده باشه، او شوهر را دوست میداره. او شوهر نه که اگر 100 دختر حیله‌گر شتا باشی و ستر کرده باشی و حرمت کنی، نه که در نبودگی شوهرت خیانت کنی، او را خدا دوست نمیداره، او شوهر هم دوست نمیداره. غریب و دوزی پشتی پسی داره. یه روز نه یه روز سالای پیش خدای نشون نده یک کس ماشین میزد، یک کس یک آود بچه میمورد یا یک کار میشید، مردم تری آوازه میکردن. اینا پدرش غریب کرد، خدا نشونش داد. مادرش غریب کرد، اینا خدا فرزندش نشون داد. نافرمانی پدر نافرمانی خدا را کردی، زنا کردی، دنبال فسق و فساد رفتی، اول مال تا میگیره، گو تا میگیره، گوسپند تا میگیره، نفهمیدی بعد بچه تا میگیره، دختر تا میگیره، با نفهمیدی بعد خود تا میگیره. به همین خاطر هر مردی که اگر خیانت نکنه، هر زنی که خیانت نکنه، خداوند او را میده. به همین خاطر سوال جان نامی جواب نگی، نامی طلاق نگی، نامی سر دادم و جواب تا دادم و طلاق اگر نه خیلی کردی این چیزا را نگی. شرط و شروط نمونه که شرط و شروط اگر آدم بگه مثال شرط کنه که همین دروازه برآمدی طلاق، دختر که برآمد زنک نمیفهمد طلاق میشه. نومی خیلی شرط یا که فلانی قدی گپ زدی، خیلی شرط شروط را نمونید. بازم خواهرای محترم شوهراتون را احترام کنین. شروع یک سال 2 سال بعد استفاده تون میکنن، میپرتونتون با همون بچه‌ای که تر شوهر جدا کرده، تو شوهر تا خیانت کرده، همون میگه که تو دختری خوب باشی، شوهر تا خیانت نمیکنه. به همین نیو نشی. همین شوهر تون کرده بگو تمام باید مرا نیکام به همین مرده که باید مرده بگو مرا استفاده. دیگه یگان آدم قدی در رابطگیش خیانت نکنه که خیانت خدا رسول دوست نمیداره. خداوند کریم پروردگار ما و شما را بازم توی هم باره گناه این نوجوانی که خانه بخت قدم موندن خدا خوشا پیش شد تمامی خوبی دنیا را نصیب شد.